راهبریتی شهری اسفره با برگزارسازی یک محفل جشنی کارمندان واسطه‌های اخبار عامه و سابقه‌داران ساحه را قدرشناسی نمود. مبارکبادی صمیمانه رئیس شهر اسفره بهاءالدین بهادرزاده به افتخار 110مین سالگرد روز نشر نخستین روزنامه تاجیکی بخارای شریف و هم روز مطبوعات تاجیک از جانب معاون رئیس شهر باباییان مدینه عبدویقینزاده به اهل قلم و هم به کل علاقمندان مطبوعات بیان گردید. مفصوف همزمان با ذکر نقش و مقام واسطه‌های اخبار عامه از جمله مطبوعات همچون یکی از رکن‌های اساسی مهمترین و پیشبرنده جامعه اینچنین در سطح دولتی تجلیل نمودن روز مطبوعات تاجیک به تصویب رسیدن امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاید تشکیل و برگزار نمودن نشست‌های مطبوعاتی و فرمان پرزیدنت مملکت درباره واکنش شخصان منصبدار به مواد تنقیدی و تحلیلی واسطه‌های اخبار عامه را نشان توجه خاصه راهبریت عالی و جایگاه واسطه‌های اخبار عامه و گواه بالاروی اعتبار اهل مطبوعات ارزیابی نمود. دور ذکر گردید اگر تا سال 1991 در شهر ما تنها یک روزنامه شهری با نام نسیم اسفره که در گذشته کمونیست اسفره عنوان داشت به تب رسد، الان مجله ادبی و فرهنگی گنج اسفره، نشریه‌های خصوصی و اداروی امروز خزینه معرفت، نوید دانشگاه، اینچنین تلویزیون اسفره، مؤسسه غیر دولتی رادیو اسفره، نمایندگی مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه فعالیتی با ثمره ایجادی دارند. هر یکی از آنها در دایره امکانات ایجادی و تکنیکی خود فضای اطلاعاتی را پر کرده در سمت انعکاس حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی شهر کار میبرند. باعث افتخار است که اگر به تمام نشانهای سایر دنیا نگاه کنید، در نشان جمهوری تاجیکستان تصویر کتاب است که این نشان کلام کشی، نشان ادب، علم و من شکر میگم که سردار دولت ما، پرزیدنت کشور تمام ملت ما را که ملت سازنده، بنیادکار، علم دوست هست و خودشو اپس خودشو میبرن و همین نشان تاجیک تجسمگری دل مردم تاجیک است. من به شکر میگم و اینجا به مقامات اجرا حکومت دولت شهر اسفره من منادار هستم که امروز اینقدر معرکه خوشایند تشکیل کردن، همه ما رو وادار کردن که من بعد هم درباره وطن عزیز خود ما برای خودشناسی مردم تاجیک زحمت کشن، مهنت کنه و مردم رو از پس خود بره. باباییان مدینه عبدویقینزاده ضمن مبارکبادی اهل قلم اظهار داشت که وظیفه هر یک صاحب قلم آن است که منبر سخن را برای حفظ سرزمین مقدس، امنیت دولت، ترغیب خودآگاهی و خودشناسی ملی، غایه‌های وطن دوستی، احترام به عنعنه‌های فرهنگی، رشد و گسترش زبان دولتی استفاده نماید و به خلق و ملت خود صادقانه و بی‌غرض خدمت کرده در حمایت منفعت‌های ملی و مردم شریف کشور هرگز بی‌طرف نباشد. هر یک روزنامه‌نگار با درک مسئولیت بلند با رعایت معیارهای اخلاقی ژورنالیستی اخبارات و مطلب‌های خود را با استفاده از منبع و مأخذهای با اعتماد تهیه کرده حیات جمعیتی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و معنوی شهر را واقع بینانه به قلم دهد. سپس در وضعیت تنتنوی یک قطار کارمندان وسایط اخبار عمومی اسفره با سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه‌های و عنوان‌های ساحوی سرفراز گردانیده شدند. در رفت محفل جشنی سرمحرر روزنامه نسیم اسفره، رئیس بخش شهری اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان عبدالمطلب شریپов، ژورنالیست جوان فتح‌الله سیدov و سابقه‌دار ساحه مطبوعات صدرالدین محکمov فکر و اندیشه‌هایشان را عاید به نقش ژورنالیست در زمان معاصر و دستگیری منتظم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر اسفره عاید به تحکیم پایگاه مادی تکنیکی روزنامه نسیم اسفره و تلویزیون اسفره بیان داشتند. البته کسب روزنامه‌نگاری رسالتی پرشرف است و من از فرصت مناسب استفاده برده از نام خود اهل روزنامه‌نگاران شهر ناحیه را به روز مطبوعات صمیمانه مبارکباد میگویم. برایشان آمدهای نو تمنا میکنم و گمان میکنم که در آینده هم هر یکی ما برای پیشرفت و نموی جامعه، برای در عمل تطبیق کردن سیاست پیشگرفته پیشوی معظم ملت محترم امام علی رحمان همه جانبه کوشش به خرج میدیم. این مبارک همکسبان عزیز.